بحث امروز ما انشاء الله در مورد غربا است. غربت چی است و غربا کیها هستند؟ بسم الله، الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین. برادران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی برای همه من و شما ثبات و استقامت در راه توحید و سنت را نصیب بگرداند. قبل از این که در مورد معنی غریب و غربا بدانیم، حدیث صحیحی که در رابطه با غربا است و ان شاء الله بیان میکنیم که ابی هریره رضی الله عنه راویش است و حدیث صحیح است که امام مسلم و امام احمد و در سایر کتب سنن روایت شده است و در این رابطه حدیث بیشمار است. من شما به طور نمونه همین حدیث صحیح را بیان میکنیم. ان ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. ابی هریره رضی الله عنه روایت میکنه که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که اسلام در اول و در آغازش هم ناشناس و بیگانه و غریب بود و دوباره بازگشت میکنه و زود است که بازگشت بکنه به طرف غربت. همونطوری که ناشناس بود، غریب بود، دوباره غریب میشود. و در احادیث بیشمار آمدگی است درباره غربت اسلام و کسایی که در چنین حالت به اسلام گرویده میشن، اینها باز از جمله غربا هستند و رسول صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرماد فطوبی للغربا، خوشحالی باد، مژده باد برای غربا، برای انسان هایی که در حالات فتنه و فساد تمسک به قرآن و سنت میکند. خوشحالی باد بر اینها. غربت چی است؟ غربا کیها هستند؟ غریب به معنی از این نیست عزیزان که جیبهای من و شما خالی باشد. غریب و غربا یعنی ناشناس، ناشناخته. همونطوری که در حدیث آمد که اسلام در اول غریب و ناشناخته بود. غریب به معنی ناشناس میگه، ناشناخته را میگه. من شما در این فکر نباشیم کسایی که عامل به قرآن و سنت نباشن اینا جیبشان خالی باشد. من نه، ناشناس میباشن. اگر اینا وقتی از قرآن و سنت صحبت میکنن، مردم اینها را میگه اینا چی گفته میرن. به همین دلیل است که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم میفرماید بدأ الاسلام غریبا. اسلام در آغازم ناشناس بود، غریب بود، کسی تمسک نمیکرد. وقتی که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم به تنهایی خود از اسلام حرف میزد، تمام مکه، تماما کسایی که اونجا زندگی میکردن علیه ازی بودن، هیچ کسی قبول نمیکرد. بالاخره یکی، دو، سه، چهار، همینطور آهسته آهسته اسلام به اوج خود میرسد و اسلام الحمدلله در روی زمین تطبیق میشد که امروز من و شما با چشم سر مشاهده میکنیم. شما از قرآن و سنت حرف بزنین، شما بگین پیروی از قرآن و سنت بکنید به فهم سلف صالح، چقدر شما مورد بمبارد قرار میگیرید، چقدر حتی از طرف خانواده خود. پس معنی غریب را دانستیم که ناشناخته را میگه، ناشناس میگه. غربا کیست عزیزان؟ قیل، گفته شد و من الغربا یا رسول صلی الله علیه و سلم. غربا کیست یا رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ رسول صلی الله علیه و سلم فرمود الذین یصلحون اذا فسد الناس. غربا کسایی هستند که در فکر اصلاح خود هستند و مردم هستند، همونطوری خودشان هم میخوان اصلاح بسازن، میخوان مردم هم اصلاح شوند، از بدعات به طرف سنت تمسک بکنن، از خرافات و شرکیات به طرف توحید تمسک بکنن. اینها غربا هستند در حالی که مردم به فساد گرفتار هستند. اذا فسد الناس، به فساد و بدبختی گرفتار هستند، در فتنه گرفتار هستند. در همین حالت غربا کسایی هستند که با مالشان، با جانشان، با همه چیزشان تمسک به قرآن و سنت میکنن و از ملامتی هیچ ملامتگری نمیترسن. هیچ ملامتی اونها را از راهشان منصرف کردن نمیتونه. مثلا امروز من و شما در یک کشوری سفر میکنیم، اونجا با فرهنگش ناشناس باشیم، با زبانشان نشناسیم، اصلا ندانیم خوی خواص از اینها چیست، یعنی ما غریب گفته میشیم در میالت. هر کسی مسافر میشه اینمی غریب است. متوجه باشین، مهاجر میشه میره یک کشور ناشناخته، اینمی غریب است، ناشناخته است. و غربا به خاطر
ناشناخته گفته میشه که اینها را مردم نمیشناسه. وقتی نماز خواندن از اینها را میبینن، وقتی که اعمال ظاهری و تمام اعمالشان را میبینن، میگن اینها کیها هستن؟ این مردم که هستن غربا هستن که در حالت فتنه میخوان با شیوه پیغمبر صلی الله علیه و سلم زندگی بکنن. این همینطور وقتی شما از قرآن و سنت صحبت میکنید، شما را القاب‌های گوناگون میدن، باید خسته نشین، ناراحت نشین. وقتی که القاب میدهن خوشحال باشین، لذت ببرین، چرا که در راه دین القاب میگیرین، نه در راه دزدی و زنا و قمار و شراب و زنکبازی و بچه بازی. در راه اینها که نیستین. من شما که خود تابع قرآن و سنت میگیریم، باید هرگز ناراحت نشیم، نباید هرگز دنبال سخنهای بیهوده مردم باشیم. هر لقبی براتان میدن، هر سخنی میگن. امروز میبینیم من شما وقتی که شخص به قرآن و سنت تمسک کنه، حتی خانوادهش بر از لقب میده، دوستا و رفیقایش حدث میده. چرا؟ اینها وهابی هستن، اینها دهشتگر هستن، اینها تروریست هستن، اینها بنیادگرا هستن، اینها میخوان اسلام صحابه را تطبیق کنن. همین لقبا را براتان میدن، صدها لقب براتان میدن و آنقدر اینها مورد تاخت و تاز قرار میگیره، حتی خانواده خنده میکنه بالا از اینا، تهمت میزنن، هر کار دلشان شد میکنن. چهره از اینا ببینید، مردم در چی حالت است، مردم چقدر پیشرفت کرده، اینها را ببینین، چهره های از اینا را ببینید، تمسخر میکنن، تهمت میزنن. بدانید که اینها غربا هستن، بدانید اینا غربا هستن. بنان در جایی که مردم در خرافات گرفتار هستند، در شرکیات و بدعات گرفتار هستند و مردم دیگر در چنین حالات تمسک به قرآن و سنت میکنن، اینها غربا هستند که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم فرمود الذین یصلحون اذا فسد الناس. این مردم کسایی هستند که اصلاح میسازن خود و مردم، در حالی که مردم در چی هستند؟ در فتنه و فساد گرفتار هستند. همین ها از جمله غربا هستند. غربا میخواهند که در روی زمین قانون الله حاکم باشند. غربا میخواهند که تمام دین به شیوه پیغمبر صلی الله علیه و سلم عملی کنی. غربا میخواهند که غیر از الله عبادت نشه. غربا میخواهند که در روی زمین جز قوانین الله هیچ قوانین وضعی و خودساخته تطبیق نشه. اما اهل بدعت، اهل شرک و کفر مخالف اینها هستند. اینها را بد و رد میگن، اینها را بد معرفی میکنن با مردم، تا که مردم از اینها دل سرد شوه و از اینها فاصله بگیره و با این مردم دشمنی بکنه. در حالی که رسول صلی الله علیه و سلم میگه فتوبى للغرباء، خوشحالی باد به غربا، خوشحالی باد، مژده باد به غربا. یعنی از حدیث گرفته میشه که خوشحالی چی را میگن؟ خوشحالی را میگن که انسان کامیاب شوه، رستگار بشه. پس غربا رستگاری نصیبشان میشه، غربا کامیاب هستند در دنیا و آخرت، چرا که اینا تابع قرآن و سنت هستند. وقتی که تابع قرآن و سنت باشی، بدون شک و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم بر تو خوشحالی بده، مژده بده. پس بنان برادران گرامی دعا بکنیم همیشه، یا الله ما را از جمله غربا قرار بده، یا الله ما را دوستان غربا بساز، یا الله ما را خادم غربا بساز، یا الله ما را کسایی بساز که شب و روز در خدمت غربا باشیم. غربا بسیار اندک هستن عزیزان. من شما باید دعا بکنیم که یا الله ما را از جمله غربا بساز و ما را کسایی نسازی که علیه غربا صحبت بکنیم. تعداد مسلمان از به گفته خودشان مسلمانان دموکرات هستند، یا الله ما را از جمله اینها نسازی. یک تعداد سیکولر هستن، میاین میگن ما لا اله الا الله میخونیم. ما را از این طوری کسایی که کلمه لا اله الا الله را خوانند، ما را از این جمله مسلمانان نسازی، از مسلمانان حقیقی بسازی که دشمن سیکولریسم است، دشمن دموکراسی است، دشمن کمونیسم است. ما را اینطور یک مسلمان بساز، نه از مسلمانایی که مسلمان از مسلمان کمونیست معاذ الله، مسلمان از مسلمان دموکرات معاذ الله، مسلمان از مسلمان سیکولاریسم و دموکراسی و کمونیسم امثال هم اینا یک قوانین کفری اما مسلمان خود نسبت میده بر ازی. هرگز ما را از این مسلمانای نام نهاد نسازی، ما را مسلمان بسازی که تابع قرآن و سنت باشه. امروز اکثرشان میبینید اعمالشان شرکی، لنگی هایشان و ریش هایشان و صوفیای بدبخت اینا ادعای مسلمانی میکنن. در همین حالا مردمای پیدا میشه که فقط تابع قرآن و سنت هستند و اینها ناشناخته هستند و در نزد مردم اینها بسیار غریب هستند. اینها را غربا میگن، غربا میگن عزیزان. و عملهای اینها حتی در خانواده ناشناس است.
پدر، مادر، خیش، قوم، دوست، رفیق، هر کسی که هست مخالف غربا هستند. اعمال اینها ناشناخته است، چون اعمال اینها میخوان که اینا اسلام بر شیوه پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی کنن، نه ای که اسلام به هوا و نفس خود عملی کنن. اینها غربا هستند. اونا کسایی هستند که شب و روز در فکر سربلندی و سبحان الله دیگه. حالا که وقتی صحبت از اون مردمای غربا میکنی، از طرف علما لقب داده میشی، برچسب زده میشی که مردم ها اینطوری هستند، دهشتگر هستند. نه، ما دهشتگر نیستیم، ما جاسوس نیستیم، ما اهل بدعت نیستیم، ما خوارج نیستیم. ما کسایی میخواهیم که اسلام به شیوه رسول صلی الله علیه و سلم و اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم عملی کنیم، ولو که دنیا علیه ما باشه، ولو که دوست رفیق همه ما را ترک بکنه. ما میخواهیم تابع قرآن و سنت باشیم. الله سبحانه و تعالی ما را همونطور غریب بسازه، همونطور از جمله غربا قرار بده. در فکرش نیستیم هر کس بالای ما تمسخر میکنه، تهمت میکنه، هر کاری میکنه. ما از هیچ ملامتگری هراس نداریم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت